تصور کنید قرن 11 میلادیه و شما قدرت این رو دارید که در برابر امپراتوری سلجوقیات علم کنید و یک پادشاهی بسازید. با توجه به تمام مخاطرات ممکن، کجا رو برای ساخت این پادشاهی انتخاب می‌کنید؟ حدود 950 سال پیش حسن صباح در یک همچین وضعیتی منطقه علموت قزوین رو انتخاب و سلسله اسماعیلیان رو بنا کرد. قلعه علموتی که آوازه عظمت و شکوهش تا سده‌های زیادی نقل محافل، اما چیزی که امروز می‌خوایم بدونیم اینه که حسن صباح و قلعه علموت چه روایتی از تاریخ ایران عهد سلجوقی رو روشن می‌کنند و مهمتر این که وضعیت الان این قلعه تاریخی چیه و اون چه از این قلعه تاریخی باقی مونده رو با هم ببینیم. قلعه علموت در قرن 11 میلادی به عنوان دژی مستحکم در منطقه علموت قزوین بنا شده بود. اطلاعات خیلی روشنی از جزئیات ساخت اولین سنگ بنای دژ در دست نیست، ولی این قلعه در زمان حکومت سلسله دیلمیان به ویژه تحت فرماندهی بویه‌ای ها اهمیت زیادی داشت. این دژ به دلیل موقعیت جغرافیاییش بین کوه‌ها و دره‌های عمیق به راحتی قابل دسترسی نبود و به همین دلیل محل مناسبی برای محافظت از اهالی منطقه در برابر تهاجمات دشمنان محسوب می‌شد. حتی امروز هم رسیدن به این قلعه کاری به شدت سخت و طاقت فرساست و موقعیت قلعه روی یک کوه سنگی بلند که اتاملک جوینی اون رو شبیه به یک شتر خوابیده توصیف کرده فوق‌العاده دیدنیه. در دوران پیش از حسن صباح قلعه علموت تحت کنترل خانواده محلی به نام آل بویر بود. این خانواده به خاطر قدرت و نفوذ در منطقه بسیار معروف بودند. در این دوران علموت به عنوان مرکز اقتصادی و سیاسی مهمی شناخته میشد و بسیاری از کاروانها برای عبور از این منطقه از اون استفاده میکردند. معماری قلعه علموت به گونه‌ای طراحی شده بود که تنها یک راه برای رسیدن به دژ وجود داشت و این مسیر هم با دیوارهای سنگی و بلند که با استفاده از سنگ‌های محلی ساخته شده بودند، عملاً قلعه علموت رو نفوذناپذیر کرده بود. در برخی نقاط این دیوارها به گونه‌ای زاویه‌دار ساخته شده بودند که هر گونه حمله به اون رو سخت‌تر می‌کرد. یکی از ویژگی‌های جالب قلعه علموت وجود چاه‌ها و آب‌انبارهای زیرزمینی بود که تأمین آب ساکنین و نظامیان قلعه رو در مواقع محاصره تضمین می‌کرد. این نکته مهمه که این آب‌انبارها در رأس و بالای کوه پخش شده بودند. به هدایت آب به قلعه به نظر میاد از طریق لوله‌های سفالینی که امروزه بخشی از اونها رو در کاوش‌ها پیدا کردن صورت می‌گرفته. اگرچه هنوز سوالات بی‌پاسخی در مورد منبع این آب و نحوه انتقالش وجود داره که این مشخص نبودن منبع ورودی آب یک استراتژی نظامی بود تا در مواقع محاصره دشمن نتونه ورود آب به قلعه رو مسدود کنه. همچنین وجود دالان‌ها و راهروهای زیرزمینی به عنوان یک شبکه ارتباطی درونی به ساکنین این امکان رو میداد که در صورت بروز خطر از یک نقطه به نقطه دیگه برن. اگه وارد قلعه علموت بشید، اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه موقعیت قلعه نسبت به اطرافشه. قلعه علموت به تمام منطقه اطرافش تا چند ده کیلومتر اشراف کامل داره و هر گونه حمله و لشکرکشی احتمالی رو میشه رصد کرد. جدای از اون، از سمت شمال نیز به کوههای بلند اتصال داره که هیچ راهی برای عبور از اونها وجود نداره، ضمن اینکه دور تا دور قلعه رو دره‌های عمیقی نیز احاطه کرده. در جبهه شمالی قلعه و در دامنه کوه رو به قلعه نشانه‌هایی از سکونت پیدا شده که احتمالاً مربوط به دوران حیات قلعه میشه که مردم محلی و روستایی در اون سکونت داشتن و در مواقع حمله و محاصره دشمن به داخل قلعه میرفتن. اما قلعه علموت زمانی به اهمیتش افزوده شد که به دست حسن صباح فتح شد و تبدیل به مرکز فرقه اسماعیلیون شد. حسن صباح به مدت 9 سال در ایران سفر کرد و علاوه بر تبلیغ فرقه اسماعیلیه، قدرت نظامی سلجوقیان رو در مناطق مختلفی مورد بررسی قرار داد. اون ابتدا به کرمان و یزد رفت و چند ماهی مشغول اشاعه آیین اسماعیلی شد و بعد از اون چند ماه در خوزستان و 3 سال در دامغان موند. بعد به گرگان، ساری، دماوند و قزوین رفت. صباح تا حدود سال 1087 میلادی توجه خودش رو به سواحل دریای مازندران به خصوص منطقه کوهستانی دیلم معطوف کرده بود. این منطقه از دوران قدیم پناهگاهی برای علویان و شیعیان بود و از مرکز قدرت سلجوقیان در مرکز و غرب ایران فاصله زیادی داشت. علاوه بر اینها دعوت اسماعیلیه در دیلم که سنگر شیعیان زیدی بود تا حدودی گسترش پیدا کرده بود. تو همین زمان صباح به دنبال مکان مناسبی برای شورش ضد سلجوقیان بود که بتونه پایگاه عملیاتی خودش رو اونجا بنا کنه. تو اواخر قرن 11 میلادی حسن صباح فردی با آرمان‌های بلند
و فکری نوآور به این قلعه روی آورد. علمود در اون زمان به دست مهدی علوی اداره میشد. حسن صباح به عنوان یک معلم دینی و با اسم دهخدا وارد قلعه شد و به تدریس مشغول شد. همزمان پیروانش از نقاط مختلف خودشون رو به علمود رسوندند و بسیاری هم به قلعه نفوذ کردند و خود مردم قلعه نیز تحت آموزش‌های صباح به مذهب اسماعیلیه روی آوردند. در نهایت تو زمان مناسب حسن صباح هویت واقعیش رو افشا کرد و قلعه رو بدون هیچ درگیری تصرف کرد و به عنوان غرامت مبلغی رو به مهدی علوی که چاره‌ای جز کناره‌گیری نداشت پرداخت. هرچی که بود، قلعه علمود با سیاست‌های هوشمندانه حسن صباح و بدون هیچ نبردی فتح شد. بعد از تصرف قلعه علمود در حدود سال 1090 میلادی، این قلعه به مرکزی برای جنبش اسماعیلیان نظاری تبدیل شد و به یکی از مهمترین پایگاه‌های مقاومت سیاسی و نظامی این فرقه در برابر سلجوقیان و بعدها مغولان بدل شد. حسن صباح با رویکردی مبتنی بر کنترل اطلاعات، آموزش ایدئولوژی و شیوه‌های نظامی خاص که اصولاً به ترور شخصیت‌های مهم متمرکز بود، به تقویت قلعه پرداخت و اون رو تبدیل به پایتخت دژهای اسماعیلی کرد که شبکه‌ای از قلعه‌ها رو در سرتاسر کوهستان البرز و سایر مناطق ایران شامل می‌شد. حکومت سلجوقیان که اسماعیلیان نظاری رو به عنوان خطری برای اقتدار خودش می‌دید، چندین بار به قلعه علمود حمله کرد، اما این قلعه به لطف استحکامات و شیوه‌های دفاعی کارآمد مقاومت موفقی داشت. یکی از مهمترین حملات در زمان ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک طوسی رخ داد که با مقاومتی شدید از سوی پیروان حسن صباح همراه بود. در پاسخ حسن صباح حملات متقابلی را ترتیب داد و فرماندهان و اشخاص مهمی در دستگاه سیاست سلجوقیان را از طریق عملیات‌های مخفیانه که با اسم حشاشین معروف شده بودند ترور کرد. بعد از استقرار کامل حسن صباح در قلعه و تحکیم پایه‌های حکومت اسماعیلی، اون تونست نفوذ خودش رو در مناطق بیشتری گسترش بده. قلعه علمود تبدیل به قلب جنبش نظاریان شد و از طریق شبکه‌ای از پایگاه‌ها در کوهستان‌های البرز، این حکومت کوچیک اما مقتدر تونست نفوذ چشمگیری در مناطق شمالی و مرکزی ایران داشته باشه و با گذشت زمان دژهای دیگه‌ای مثل گهستان، لمسر و قلعه‌های دیگر رو به تصرفاتش اضافه کنه و عملاً قلعه علمود به پایگاهی برای سازماندهی مقاومت و حملات مختلف تبدیل شد. حسن صباح تا سال 1124 میلادی رهبری اسماعیلیان نظاری رو بر عهده داشت، اما با مرگ اون جانشینانش به فرقه اسماعیلی در قلعه علمود ادامه دادند و این پایگاه برای حدود 150 سال دیگه به عنوان مرکز مقاومت اسماعیلیان باقی موند. طی قرن 12 و اوایل قرن 13 اسماعیلیان موفق شدند در برابر حملات مکرر دشمنان مقاومت کنند، اما تو سال 1256 میلادی مغولان به فرماندهی هلاکوخان به ایران حمله کردند و بعد از فتح بغداد و انقراض خلافت عباسی، هلاکو تصمیم گرفت که پایگاه‌های اسماعیلیان به ویژه علمود رو نیز تصرف و نابود کنند. اون محاصره گسترده‌ای علیه قلعه‌های اسماعیلی آغاز کرد و اگرچه موفق به تصرف قلعه نشدند، ولی بعد از چند ماه فرماندهان اسماعیلی به اختلافات داخلی برخوردند و در نهایت به تسلیم شدن تن دادند. بعد از باز شدن درهای قلعه و تصرف قلعه به دست هلاکوخان، اون دستور به تخریب قلعه داد. بسیاری از کتب ارزشمند، دست‌نوشته‌ها و اسناد موجود در کتابخانه علمود سوزانده و نابود شدند. نابودی قلعه علمود یکی از پایان‌های تلخ تاریخ ایران و به ویژه تاریخ اسماعیلی محسوب میشه. بعد از این رویداد، اسماعیلیان مجبور به ترک این منطقه شدند و نظام اونها به طور قابل توجهی تضعیف شد، هرچند آموزه‌های اونها در مناطق دیگه‌ای باقی موند. اگرچه تا امروز چیزی زیادی از قلعه علمود باقی نمونده، ولی اگر مسیرتون به علموت قزوین خورد، پیشنهاد می‌کنم خودتون رو به قلعه برسونید و جای پاتون رو جایی قرار بدید که یکی از بزرگترین و قوی‌ترین رهبران تاریخ ایران حکومتش رو اونجا شروع کرد.